آیا میدانید معنای لایک چیست؟ بسیاری از مردم وقتی رسم یا نواری را تماشا کردند لایک میمانند. معنایش آن است که آن چیزی که در این رسم یا نوار دیدم برایم پسند است و من به آن راضی هستم. پس ای جوان مسلمان، وقتی رسم یا نواری را لایک میمانی که در آن زنان نیم برهنه و لوچ است، رقص و موسیقی و محفل های شیطانی و یا ریزاندن آبروی کسی است، پرنک و پریکال های شیطانی است که سراسر همه ترغیبات بی حیایی است، معنای آن را دارد که تو با این کارهایی که الله متعال از آن راضی نیست راضی هستی. پس آیا رسم بندگی و محبت به الله متعال همین است؟ مسلمانیت کجا شد؟ با لایک ماندن تو چنین رسم و نوارهای حرام بیشتر و بیشتر پهن می شوند و سالیان سال در شبکه ها دور می زنند و حتی بعد از مرگ هم باقی می مانند. پس آیا می خواهی که بعد از مرگ هم در نامه اعمالت گناه ثبت شود؟ اگر نمی خواهی پس خوب مواظب باش که چگونه رسم و نوارها را لایک می مانی. مگذار که در نامه اعمالت بعد از مرگ هم گناه ثبت شود.